داشتن چشمات شده خیالم، تموم فکرم پیش چشاته، چه حس خوبی توی نگاته. بهارم بهارم دیگه طاقت دوری تو ندارم. بهارم بهارم واسه دیدن تو بیقرارم. بهارم بهارم دیگه طاقت دوری تو ندارم. بهارم بهارم واسه دیدن تو بیقرارم. تمام دنیا میدونن که بی تو دیگه نمیتونم، میدونی بی تو میمیرم، با عشق تو من جون میگیرم. تمام دنیا میدونن که بی تو دیگه نمیتونم، میدونی بی تو میمیرم، با عشق تو من جون میگیرم. بهارم بهارم دیگه طاقت دوری تو ندارم. بهارم بهارم واسه دیدن تو بیقرارم. بهارم بهارم دیگه طاقت دوری تو ندارم. بهارم بهارم واسه دیدن تو بیقرارم. حراج جواهری پارس یک شنبه ها از ساعت 12 ظهر و سه شنبه ها از ساعت 6 بعد از ظهر از شبکه جهانی تصویر ایران 818 344 5050. صبح شما بخیر بینندگان عزیز برنامه جواهری پارس. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خوبی رو آغاز کرده باشید. دوستان، برنامه که مشاهده میکنید برنامه جواهری پارس است که از تلویزیون تصویر ایران به نظر شما میرسه. جواهری پارس یکی از قدیمی ترین و همونطور که همیشه میگم فکر میکنم اولین جواهری ایرانی در جنوب کالیفرنیا و در دانتان لس آنجلس هست که بدین طریق برنامه‌شو آغاز کرد و در این مدت ما در خدمت شما بینندگان و همچنین مشتریان ایرانی که از قبل با من در تماس بودن هستم و امیدوارم که این رابطه ادامه پیدا کنه، هرچه بهتر و مستحکم‌تر. عرضم به حضور شما از هوای لس آنجلس هم بخواهید. هوای امروز بسیار بسیار عالی، تمیز، آفتابی، درخشان. واقعا همه چی امروز برق میزنه، برگ درختان و گلهای بسیار قشنگ هر کجا که میرید میبینید. خب دوستان، میریم به ادامه برنامه. جواهراتی که شما دوستان از ما میگیرید، شما یک هفته فرصت دارید که این جواهرات رو از هر لحاظ چک بکنید و اگر مورد نظر شما بود نگه دارید و اگر نه که برای ما پس بفرستید و ممنون میشم اگر به ما تلفنی هم بکنید و
بفرمایید که جنس مورد نظر رو دارید پس میفرستید. خوشبختانه واقعا 1 در 1000 هم ما جنس پس گرفته‌ای نداریم و جنس هایی که برای شما میفرستیم معمولا واقعا 99.9% تماما مورد توجه و علاقه شما قرار میگیره و اکثرا راضی هستید. چون که اگر ما بخوایم همه جنس‌ها رو پس بگیریم و دوستان پس بفرستن اصلا معنی نداره که این کارها رو انجام بدیم، چون میدونین که هر جنس ساختن و آوردن در تلویزیون و عرضم به حضور شیپ کردن، تمام اینها هم زحمت داره، هم خرج داره و هم وقت میگیره واقعا و به صرفه نیست که ما جنس رو دوباره پس بگیریم. ولی خوشبختانه دوستان پس نمیدن و دوستان هم بیشتر اکثرا راضی هستن و امیدوارم که در آینده هم همینطور باشه و ما سعی خودمون رو هم خواهیم کرد. خب اجناس قشنگی برای شما دارم امروز که خدمت شما نشون میدم و جواهرات خیلی قشنگ، جواهر با قیمت‌های تقریبا مناسب بودجه اکثر اشخاص هست که برای شما ما میاریم و به تماشای شما میگذاریم. عرضم به حضور شما امروز ما جواهرات قشنگ همونطور که عرض کردم، سنگ‌های رنگی، طلاهای زرد و سفید و همچنین سکه و همچنین 2 به اصطلاح یک سینی نقره بسیار قشنگ با طرح تخت جمشید و سینی بزرگی که میشه از اون برنج‌های چلوهای خوب ایرانی روش ریخت و در مهمونی‌ها استفاده کرد و همچنین یک جای میوه خوری برای شما دارم که اون هم بسیار قشنگ و کار بسیار برجسته‌ای هستش که به زودی خدمت شما نشان خواهم داد. بریم به تماشای اولین آیتم امروز یا امشب ما. یک گوشواره بسیار قشنگ با سنگ‌های رنگی برلیان، هم رنگ سفید داریم هم برلیان، سنگ‌های درشتش برلیان‌های رنگی است. بریم به تماشای این گوشواره. از 2 طلای زرد و پینک به اصطلاح ساخته شده و اون سنگ‌های به اصطلاح پر شیپ یا گلابی مانند یا اشک مانند تماماً برلیان هست. برلیان‌های فنسی بسیار بسیار زیبا و عالی. آیتم های امشب یا امروز ما با چند شروع میشه دوستان؟ 9030. اولین آیتم ما 9031 هست دوستان. 9031 اولین آیتم ما. این گوشواره بسیار زیبا 8.36 گرم از طلای سفید 18 عیار ساخته شده. 12 عرضم به حضور شما پر شیپ داریم درش و 94 برلیان رنگی. کل برلیان ها 4 قیراط و 5 صدم و برای 4 قیراط برلیان و طلای 18 عیار و 8 گرم طلا $2,900 قیمت جواهری پارس. 2900 اولین آیتم امروز ما هست. اگر دوستان دوست داشته باشن میتونیم اینو به صورت یک ست برای شما در بیاریم. یک آویز هم به همین شکل برای شما داریم که بسیار بسیار ست زیبایی خواهد شد. $2,900 برای این یک جفت گوشواره با بالای 4 قیراط برلیان. از لحاظ کار و دیزاین واقعا
تمام کاراش درجه 1. دیزاین بسیار شیک و زیبا. گوشواره بریلیان های سفید و فنسی. بله خب امیدوارم که گوشواره ها مورد توجه شما قرار بگیره و یا گرفته باشه و اگر کمکی بخواید من در خدمت هستم. خب میریم به تماشای آیتم بعدی. آیتم بعدی ما یک گردنبند بسیار بسیار زیبا به صورت شراره مانند و متحرک و بریلیان ها در انتهای هر کدوم از این آویزه ها کار گذاشته شده. طلای سفید داره و بسیار زیباست. بریم به تماشا. ببینید تماما بریلیان روی این گردنبند کار گذاشته شده. بسیار بسیار زیبا، بسیار به اصطلاح فمینن یا زنانه. زیبایی خیلی قشنگی داره روی سینه شما. 23 گرم طلای سفید 14 داره و 2 قیراط و 52. دست شما درد نکنه. 2 قیراط و 52 وزن بریلیان ها و قیمت جواهری پارس $1980. $1980. گردنبند بسیار زیبای بریلیان طلای سفید 2 قیراط و 52 بریلیان. خب دوستان میریم به تماشای آیتم بعدی. آیتم بعدی ما یک انگشتر بسیار زیبا با یک تک بریلیان به اصطلاح اشک مانند داریم. در قسمت وسط انگشتر بسیار شیک و خیلی قشنگ میشه برای ازدواج یا نامزدی و یا همچنین به اصطلاح انیورسری یا سالگرد ازدواج شما. میری به تماشای این انگشتر بسیار زیبا با طلای سفید 18 رو بینشید. این چقدر زیبا. روی بازوهاش هم بریلیان واقع شده. سه ردیف بریلیان ما داریم در قسمت بیرونی، بریلیان های گرد و در قسمت وسط باگت و دوباره در داخلش بریلیان های گرد و در قسمت وسط یک سنترستون هست که به وزن 37 سوت هست. کل بریلیان ها 2 قیراط و 11. همونطور که عرض کردم طلای سفید 18 عیار بسیار بسیار زیبا. واقعا درخشش بسیار خوبی داره برای اینکه بریلین ها تماما اف کالر هستش و کوالیتی وی اس. 5 گرم طلای 18 عیار داره و 2 قیراط و 11 بریلیان و سنترستون این انگشتر 37 سوت. قیمت جواهری پارس $2,900. $2,900 قیمت جواهری پارس.
خب دوستان، میریم به تماشای آیتم بعدی. یک گردنبند بسیار قشنگ طرح کارتیه براتون دارم که از بریلیان و زمرد تشکیل شده. گردنبند بسیار شیک و جالبی هست که هموطنان از این طرح بسیار، از این زنجیر بسیار دوست دارن، چون طرح کارتیه هستش و طلای زرد داره و دو ردیف بریلیان و زمرد داره. بریم به تماشای این گردنبند طرح کارتیه. 31 گرم طلای زرد 14 داره و 16 باگت و 7 بریلیان ارزم به حضور شما گرد و 10 زمرد. میریم به تماشای این گردنبند بسیار زیبا. در دو طرفش باگت هستش روی بازوها به اصطلاح. بعد یک ردیف بریلیان گرد در وسط داریم و 2 ردیف زمرد بسیار بسیار خوش رنگ، واقعا خوش رنگ است. قیمت جواهری پارس برای این برنامه یک قیمت استثنایی $1850 برای 1 آنس طلا 31 گرم و ارزم به حضور شما در حدود نزدیک 2 قیراط هم بریلیان و زمرد. $1850. میریم به تماشای یک گوشواره بسیار زیبا دارم برای شما و یک آیتم دیگه هم هست اینجا که این هم میتونه به صورت ست باشه، یک دستبند و یک گوشواره. میریم به تماشای گوشواره ها میشینیم. بعد دستبندش هم نشون میدم که یک ست بسیار قشنگ طلای سفید هست با بریلیان های بسیار درخشان، رنگ بسیار خوب و سنگ های بریلیان مشکی. بریم به تماشای این گوشواره. ببین چقدر زیباست. این گوشواره با بریلیان های مشکی، کوالیتی درجه 1، 6.25 گرم طلای سفید داره و 3 قیراط و 35. توجه بفرمایید، 3 قیراط و 35 بریلیان های سفید و در قسمت پایین 2 تا بریلیان هستش که بریلیان مشکی هست. داخل بریلیان مشکی رو سوراخ کردن و بریلیان سفید جا گذاشتن که بسیار کار جالبی هستش. 1000 ارزم به حضور شما $1940 قیمت این گوشواره. از هر دو حال درجه 1 هست. اینا اگر یه خود این ورتر بله روی شماره ها بسیار عالی. و بعد از این میخوام دستبندش هم من به شما نشون بدم اگر نگه دارن. یک دستبند هم به با همین دیزاین دارم برای شما. البته دستبند خیلی بزرگتر و برین‌های بیشتری داره، بیشتر از 2 برابر این گوشواره هاست. میریم به تماشای این دستبند بسیار متفاوت و شیک. آیتم شماره 9037 هست. 36 رو من بعدا نشون خواهم داد که یک آویز گردنبند بسیار زیبا. ببینید چقدر زیبا. اون سنگ مشکی رو که میبینید یک تیکه هستش
در وسطش این برلیان سفید رو جایگذاری کردن. بسیار بسیار زیبا و ست بسیار قشنگی میتونه بشه با اون گوشواره و اگر آویزش هم بخواین که هیچ مسئله ای نیست. خب این دستبند بسیار زیبا 17 گرم طلای سفید داره و 6 قیراط و 24 6 قیراط و 24 بلین‌های سیاه و مشکی ببخشید سفید و مشکی و قیمت جواهری پار 4400. اگه از دور هم یه لانگ شاتی ازش بگیرید خیلی ممنون میشه. ببین چقدر زیبا و دور تا دور همینطوری تکرار شده این فاصله ها. دیزاین بسیار بسیار اون گوشواره ها رو میتونیم کنارش همینطوری نگه دارین ببین دوستان ببینن. خب دوستان میریم به تماشای در فرصت دیگه هر دو رو با هم نشون میدیم اگر فرصتی بشه. میریم به تماشای آیتم بعدی عزیزان. یک آویز بسیار قشنگ از 3 برگ به رنگ‌های مختلف سفید، زرد و پینک بسیار قشنگ پوشیده شده از برلیان و این آویز بسیار قشنگی است برای خانم ها به خصوص دخترهای جوان و من فکر کنم اینو خیلی بپسندن. بسیار بسیار زیبا و یک دیزاین متفاوتی هستش. این آویز آیتم شماره 9036 هست. بله 9036 6.5 گرم طلای بله 3 رنگ داره و بالای 1 قیراط 55 برلیان. میریم به تماشای این آویز بسیار زیبا به اتفاق می نشید. خب بریم ببینیم این همه من تعریف کردم چی هست. ببینید 3 برگه. البته به خاطر اون تگی که روشه اون برگ آخر یه خود کج نشسته. به این تمام پوشیدش از پایینی طلای پینکس، وسط سفید و بالایی زرد هستش. شش و نیم گرم طلای 3 رنگ ما داریم اینجا و 1 قیراط و 55 برلیان 1450 دلار. $1450 بعد از این یک آویز دیگه دارم با تک برلیان های به اصطلاح اشک مانند. این شماره نوشته نشده فکر میکنم کنارش، آیتم نامبر هاش. مرسی. خب میریم به تماشای آیتم 38مین، ببخشید 9038. آیتم 9038 طلای سفید 18 عیار داره و از برلیان های درشتری ساخته شده در قسمت وسط و تماما متحرک و بسیار زیبا هستند و عرضم به حضور شما قیمتی هم که براش دارم بعد از اینکه به شما نشان دادیم قیمتش هم خدمت شما عرض میکنم.
برنامه که مشاهده میکنید برنامه جواهری پارس است که از تلویزیون تصویر ایران به نظر شما میرسه و میریم به تماشای این آیتم. به برهنه‌های تک برهنه‌های درشت شش و یک چهارم گرم، ببخشید 6.5 گرم طلای سفید داره. 150 بریلیان روش کار گذاشته شده. 150 بریلیان. واقعا این پیس قشنگ و زیباست. کار بسیار خوب، بریلیان‌های درجه یک، ساخت جالب، به خصوص بریلیان‌های درشت در قسمت وسط تماما متحرکه و بازی میکنه و باز در قسمت بالا که زنجیر از رد میشه با یک بریلیان تک بریلیان کار گذاشته شده. قیمت جواهری پارس $1450. 1450 قیمت جواهری پارس است. آیتم نمبر 36 9036. نه ما یکی پس و پیش شد به خاطر اون ستی که میخواستم نشون بدیم با هم. بله مثل که درسته 38 شما درست. اوکی دوستان قیمت این اوکی آیتم باید عوض بکنیم قیمتشو. اشتباه کوچکی پیش اومد که خیلی ممنونم از اینکه اشتباه رو گرفتید. $1850 قیمت بله آیتم نمبر 38 $1850 به خاطری که برهنه‌های تکنگین درشتی داره. بله یک دورگه سری میگیم. بعد آیتم بعدی ما یک سکه است که به نظرتون خواهم رسوند. آویز بریلیان سفید 6.1 گرم طلای سفید 18 عیار داره و 136 بریلیان به وزن 1 قیراط و 58 $1850. خیلی ممنون. بله میریم به تماشای آیتم بعدی که یک سکه 2.5 گرمی هست، 2.5 پهلوی هست. خب یک سکه 2.5 پهلوی برای شما دارم، کاندیشن بسیار خوب. این رو هم برای شما به اکشن میگذاریم و امیدوارم که دوستی که از ما خواسته بودن این سکه رو به دست ایشون برسه. بریم به تماشای این سکه. این سکه سال 1354 به ضرب رسیده. این سکه رو ما برای $500 به اکشن میگذاریم. دوستان آفرهای خودتون رو